اگر دنبال کننده داستان‌های جنایی باشین حتما حداقل یک بار اسم اصغر قاتل به گوشتون خورده. امروز قرار راجع به مردی صحبت بکنیم که هم در ایران هم در بغداد تعداد زیادی کودک و نوجوان رو به قتل رسونده. اولین قاتل سریالی ایران، اصغر قاتل. سلام، من پریسانم و اینجا پریسان زوم. من قراره روایت کردن داستان‌های جنایی، رازآلود و گاهی ترسناک باشم. اگر دنبال کننده این سبک داستان‌ها هستین خوشحال میشم لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و بریم سراغ ماجرای امروز. قبل از اینکه قصه رو کامل براتون تعریف کنم نیازه یک سری نکته‌ها رو بهتون بگم. یکی اینکه این پرونده خیلی قدیمیه، اطلاعات زیادی واقعا ازش در دسترس نیست. من کل سایت‌ها رو گشتم، اتفاقاتی که خیلی به واقعیت نزدیک‌ترن رو دارم سعی می‌کنم براتون تعریف کنم و فکر می‌کنم این جامع‌ترین اطلاعاتیه که راجع به اصغر قاتل وجود داره. مثلا سر تاریخ به دنیا آمدن اصغر قاتل تاریخ‌های زیادی وجود داره. در یک سری سایت‌ها خورده 1272، در یک سری از سایت‌ها و مقاله‌های خبری خورده 1287. اصغر قاتل متولد بروجرد بوده و خانواده‌ای داشته که خانواده خدا رو شکر همه جرمخیز بوده. اول از پدر بزرگش شروع می‌کنیم که پدر بزرگش از راهزنان به نام بروجرد بوده، یعنی انقدر قوی هیکل و درشت هیکل بوده که یه تنه میزده به یه مثلا کاروان و اون کاروان رو کامل غارت میکرده. میایم سراغ پدر خود اصغر قاتل به نام علی میرزا. علی میرزا از پدرش خشن‌تر بوده و سیستم این صورت بوده که وقتی وارد اون کاروان شده برای غارت، قتل هم انجام میداده، جوری که میگن حدوداً 30-40 تا قتل رو انجام داده. تکنیکلی اولین قاتل سریالی ایران میشه پدرش، ولی چون دیتایی ازش وجود نداره و چیزی ازش مثلا مستند نیست، برای همین پسرش به عنوان اولین قاتل سریالی ایران شناخته میشه. ولی پدرش هم همچین سابقه درخشانی نداشته، همونطور که گفتم هم راهزن بوده، هم کسایی که راهزنی میکرده به قتل میرسونده. همونطور که بهتون گفتم پدر و پدر بزرگش از راهزنهای به نام بروجرد بودن و طبق گفته ها پدر اصغر قاتل یا همون علی میرزا به دست فوج قزاق، اگر اسمش رو اشتباه نگم، که در زمان ناصرالدین شاه بین توافقی که بین ناصرالدین شاه و روسیه تزاری بسته شده بود، یک گروهی بودن به اسم فوج قزاق که اونها هم تحقیق میکردن خیلی حرفه‌ای و سعی میکردن مجرمان رو دستگیر بکنن. اگر اشتباه نخوام توضیحش بدم میشه مثل بسیج الان، مثلا سپاه پاسداران که ما الان یه ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه بسیج داریم که وابسته است به اینها که اونها هم قدرت دارن، میتونن دستگیر کنن، تحقیق کنن و اونها هم دقیقاً توی همچین سبکی بودن. پلیس و شهربانی نبودن ولی وجود داشتن و تحقیقاتشون انجام میدادن. فوج قزاق پدر علی اصغر رو دستگیر میکنه و میکشنش. خانواده اصغر تصمیم میگیرن که از ایران برن. اصغر تا جایی که من میدونم پدرش رو ندیده بوده و این اصلا یا خیلی بچه بوده یا احتمالاً هنوز تو شکم مادرش بوده که این اتفاق برای پدرش میفته. مادرش بهشون میگه که پدر شما توی یکی از جنگ ها شهید شده، یعنی یک سرباز بوده که در یک جنگی شهید شده. پس بنابراین ما میخوایم بریم زیارت تا برای پدرتون دعا کنیم. وسیله هاشون رو جمع میکنن و به سمت بغداد میرن برای زیارت کربلا. همونجا توی بغداد دیگه میمونن و با مردم خو میگیرن. میشه گفت که زندگی نسبتاً خوبی داشتن. برادرش اصغر کوچکترین بچه خانواده بوده، 2 تا داداش بزرگتر و یک خواهر داشته. برادرها رضا و تقی بودن. اسمی از مادر و خواهرش هیچ جا نیست. بهتون گفتم داداش بزرگترش قهوه خونه توی بغداد داشت که علی اصغر هم با برادرش تو اون قهوه خونه کار میکرد.
اما بعد یه مدتی شروع میکنه آجیل و تنقلات به بچه‌های مدرسه‌ای فروختن و از همین طریق بچه مدرسه‌ایای کوچولو موچولو رو گول میزد و بهشون تجاوز میکرده. اولین بار که این آزار اذیتش لو میره اصغر 14 سالشه. یادتون گفتم پدر و پدر بزرگش یه تنه میزدن به دل یه کاروان. طبق روایت ها خیلی درشت اندام و خیلی زورمند بودن. برای همین اصغرم وقتی 14 سالش بوده حس میکرد که خیلی بزرگتر از سنش، قیافش و هیکلش نشون نمیده، قشنگ انگار 17-18 سالشه. برای این جثه خیلی بزرگی داشته. اولین بار که تجاوزش لو میره 14 سالشه که یه پسر بچه‌ای که بهش تجاوز شده میره به باباش میگه. باباش از اصغر شکایت میکنه و اصغر رو میندازن زندان. اما بعد یه مدت خیلی کوتاهی بابای پسره میاد رضایت میده و خب طبیعتا پلیس هم اونجوری بوده که خب شاید اتفاق خاصی نیفتاده، مثلا یه اتفاقی بین 2 بچه بوده و خانواده ها دارن ازش گذشت میکنن. اما اتفاق به همینجا ختم نمیشه. علی اصغر از زندان آزاد میشه و دوباره انگار دست از این کارش بر نمیداره. شروع میکنه همونجوری آجیل فروختن، تنقلات فروختن. حتی یه مدتی توی مسجد مشغول فروش آجیل و تنقلات بوده که اونجا به 5 تا بچه از خانواده متولین بغداد تجاوز میکنه و این بار نمیتونه قصر در بره. وقتی دستگیرش میکنن به 9 سال حبس محکوم میشه. تو این 9 سالی هم که توی زندان بوده رابطش با همه خوب بوده، بگو بخند بوده، یعنی هیچ مشکلی این آدم با هیچ کس نداشته. به اصطلاح پدوفیل بوده دیگه، یعنی با بزرگسالان و همسن و سالانش کاری نداشته، کاملا فقط با بچه ها کار داشته. بعد از 9 سال که از زندان آزاد میشه، الان دیگه حدوداً 27-8 سالش بعد بشه، توی 17-18 سالگی میره زندان به مدت 9 سال و الان 27-8 سالشه. وقتی برمیگرده با یه اکیپ 5 نفره بدتر از خودش دوست میشه که تفریحشون تجاوز به بچه ها بوده. یعنی کاملا این مدلی بودن که خب امروز حوصله‌مون سر رفته، چیکار کنیم؟ بازی کنیم، بریم بیرون؟ نه. بازار بریم؟ نه. اوکی یه بچه پیدا میکنیم بهش تجاوز میکنیم 5 نفری. قبلش یه پرانتز باز کنم اینو بهتون بگم. اصغر وقتی از زندان آزاد میشه بعد 9 سال میره و به داداشش میگه که من زن میخوام، بیا برام زن بگیریم، من دیگه میخوام سر و سامون بگیرم. و داداشش میگه که من این کارو برای تو نمیکنم و قبول نمیکنه. اینم میگه اوکی قبول نمیکنی، من هم دیگه فقط به بچه‌ها تجاوز میکنم، فقط با بچه‌هام دیگه. دست شما درد نکنه. علت اینکه انقدر کوتاه بهش حبس میدادن رو نمیفهمم. خب شما که گرفتین ادام میکردین تمام شد دیگه. حتما نیاز بود کودکان دیگه‌ای، بچه‌های دیگه‌ای رو تو این دردسر بندازین. اینو درک نمی‌کنم. بعد از اینکه برادرش قبول نمیکنه برای زن بگیره، گفتم با یکی به 5 نفر دوست شده بود و یه شب یه نوجوانی به اسم حسن نجار رو میگیرن، 5 تایی بهش تجاوز میکنن. 5 تا آدم بزرگ به یه بچه تجاوز میکنن و بابت همین تجاوز فقط 2 سال به حبس محکوم میشن. یعنی واقعا سیستم عدالت بغداد رو متوجه نمیشن. 5 تا آدم به یه بچه تجاوز کردن و فقط 2 سال حبس میکشن. خیلی منطقی نیست به نظرتون؟ بگذاریم. بعد از اینکه از این 2 سال حبس آزاد میشه، تحت نظر مستقیم پلیس بوده. یعنی خودش تعریف میکنه که پلیس هر شب میمد دم خونم چک کنه ببینه من کجام، در محل کارم میمد. کاملا تحت رصد و نظارت مستقیم پلیس بودم و من از این اتفاق به یک تصمیمی رسیده بودم. من دیدم به هر کی که تجاوز میکنم میره خب میگه و من لو میرم، پس یه کارو بهتر میکنیم، من تجاوز میکنم بعد میکشم. خب اگر بکشم که دیگه نمیتونم برم منو لو بدم، پس در نتیجه میکشمشون. و بعد از همین تصمیم 25 پسر بچه رو توی بغداد بهشون تجاوز میکنه و به قتلشون میرسونه و انقدر تو این زمینه ماهر شده بوده که بعد از اینکه سرشون رو میبریده، بعد از اینکه مسلشون میکرده، جسدشون رو توی شط مینداخته و میگه انقدر ماهر شده بودم که کسی نمیتونست اجساد رو پیدا کنه و تو این قضیه به یه تبحر رسیده بودم. منتها یه مشکلی پیش اومد. توی آخرین تجاوزی که داشتم توی
عراق تو بغداد انجام میدادم، من به پسر بچه تجاوز کردم، کشتمش، داشتم سرشو میبریدم که یه پسر بچه ما رو دید. من دیگه نمیتونستم ریسکو بکنم که لو برم و برم زندان. برای همین شبونه قبل از اینکه اون پسر بچه بره منو لو بده، من شبونه راه افتادم بیام سمت ایران و طبق روایات میگن، بازم یعنی اینطوری میگن که 22 روز تو راه بوده که از بغداد به ایران برسه و میرسه بروجرد. توی بروجرد خیلی میگرده ببینه فامیلی دارن، دوست و آشنایی دارن که بره پیششون بمونه و میفهمه که یه خاله داره. میره خونه همون خالش میمونه و بعد از یه مدتی خاله محترم متوجه میشه که من گوشواره هام نیست، نکنه اسخر دزدیده باشه. متوجه میشن که بله، گوشواره خاله خانم رو اسخر دزدیده بوده و باهاش یک شغل قالی بافی برای خودش دست و پا کرده بوده، یعنی با پول فروش اون گوشواره برخوشش شغل درست میکرده. خاله ازش شکایت میکنه، اسخر رو میندازن زندان. بعد 1-2 ماه خالهش میگه که خب گوشواره اونقدر هم ارزش نداره که من خواهرزاده‌مو بندازم زندان. میره رضایت میده و خواهرزاده‌اش از زندان در میاره. بعد از اینکه خالش آزادش میکنه، رضایت میده که آزاد شه، راه میفته بیاد سمت تهران و توی تهران در کاروانسرایی به نام کاروانسرای رضاخان اونجا موندگار میشه و اونجا زندگی میکنه، چون جایی برای زندگی نداشته و میاد برای خودش یک شغل دست و پا میکنه، شغل بامیه فروشی. نه از این بامیه مثلا کلوفتایی که همین الان هم تو خیابون میفروشن، از این بامیزول بیا بامی های ویژه ماه رمضونی. شروع میکنه از اونا فروختن و این کارو دم مدارس انجام میده. دنبال تومه بوده دیگه، باید بچه پیدا میکرده برای خودش و این بار یه تغییری توش ایجاد میکنه. فقط دنبال پسر بچه ها نمیگرده، دنبال نوجوان هایی میگرده که از شهرستان اومدن و توی تهران دنبال کار میگردن، دنبال جا مکان خواب، کار، دنبال این چیزا میگردن. کسایی که کسی رو نداشتن توی تهران میگرده و اونها رو پیدا میکنه که بهشون تجاوز بکنه. یه چند وقتی بعد از اینکه اسخر وارد همون تهران میشه، جمجمه بچه پیدا میشه، بدن مسله شده بچه ها پیدا میشه و این دیگه داره توی تهران زیاد اتفاق میفته و خبرش رو به شهربانی وقت اعلام میکنن که اونها هم یه تحقیقی بکنن. به هر حال یک سری بچه دارن کشته میشن، تا اینکه تو دی ماه 1312 تو بیابونای منطقه‌ای به اسم شترخان توی جنوب شهر تهران یه چوپان 17-18 ساله جمجمه یک بچه رو پیدا میکنه. خودش رو سریع به یه آبادی میرسونه و میرن به شهربانی خبر میدن که آقا توی این منطقه، توی این مثلا بیابون ما یه جمجمه پیدا کردیم. شهربانی وقتی نیروهاش رو اعزام میکنه و محدوده شترخان، میبینن نه تنها اون جمجمه بلکه 2 جسد دیگه هم پیدا میکنن، یعنی 2 جمجمه بچه دیگه هم پیدا میکنن. بگردیم شاید تونستیم باقی بدنش رو هم پیدا کنیم. وقتی میگردن میبینن بله، باقی بدن اون جمجمه ها رو هم پیدا میکنن و شروع میکنن تحقیقات رو یه ذره جدی‌تر انجام دادن روی این قتل ها. بعد از پیدا شدن این 2 جسد و جمجمه، تو کمتر از 2 ماه دیگه یک جسد بدون بدن، فقط سر اون بچه، توی میدون جلالیه و پارک لاله پیدا میشه و 5 روز بعد از این ماجرا توی قنات تو منطقه دولت‌آباد جسد بدون سر یک نفر دیگه پیدا میشه. اینجا دیگه رعب و وحشت تو سطح خودش قرار داره و میفهمن که دیگه نمیشه سرسری ازش گذشت. مردم ترسیدن، گزارش‌های مختلف دارن میدن، برای همه استرس آور شده این قضیه و از دست شهربانی قضیه داره خارج میشه. این دیگه نمیتونن کنترل امور رو به دست بگیرن. پس میان چیکار میکنن؟ میان یک تیمی رو اختصاص میدن برای دستگیری قاتل این جنایت ها. پرونده میره زیر دست سردار تیمورخان، مفتش با تجربه تامینات تهران، که با یه تیم 43 نفره میافتن دنبال این که ببینن خب کی داره این قتلا رو انجام میده. میان چیکار میکنن؟ میان تو محدوده هایی که جسد پیدا می شده، مثلا همون قناتی که توی دولت‌آباد بوده، مثلا همون محدوده شترخان، مثلا همون میدون جلالیه، شروع میکنن اونجاها گشت دادن، کشیک وایس دادن
که ببینن کی ممکنه این جسدها رو اینجا رها کنه، کی ممکنه این قتل‌ها رو انجام بده. و یکی از همین روزها در یک بیابونی میبینن یک آدم سال خورده‌ای که توی یه دستش بامیه است و توی دستش یک ظرف حلبی وجود داره از توی بیابون رد میشه. جلوشو میگیرن، میگن خب تو اینجا چی کار میکنی توی این بیابون؟ میگه که من دارم از سر کار برمیگردم، میخوام برم خونم مثلا ته این مسیره، این دوتا هم وسیله کارم، این بامیه است، این هم وسیله کارمه دیگه. با این اعترافاتی که میکنه ولش میکنن که بره. چند روز بعد خبر میرسه تو همون جایی که اون آقای محسن رو دیدن جسد یک نفر پیدا میشه. میان یه دو تا چهار تا میکنن، میگن نکنه قاتل همین باشه. خب سر ظهر اصلا تو اونجا چی کار میکردی که چند روز بعد از این که تو از اونجا رفتی اونجا یه جسد پیدا شده؟ میان راجبش تحقیق میکنن، گشت میذارن ببینن میتونن پیداش کنن و چند روز بعد این آدم رو دوباره با همون سینیه بامیه و همون پیت حلبیش توی شاه عبدالعظیم پیداش میکنن. وقتی اون پیت حلبی رو ازش میگیرن داخلش رو نگاه میکنن میبینن که توش لباسهای خونی یک پسر بچه وجود داره. مستقیم میبرنش اداره تامینات تهران یا همون فکر میکنم شهربانی باید باشه و ازش بازجویی میکنن. متوجه میشن که در کاروانسرای رضاخان زندگی میکنه. بنابراین چند تا مأمور رو میفرستن محل زندگیش رو بررسی بکنن، ببینن چیزی پیدا میکنن، نظر همسایه ها راجبش چیه. وقتی با همسایه های علیاصغر صحبت میکنن اونا میگن که ما چیز مشکوکی ازش ندیدیم، فقط یه مورد هست، اونم که این آدم چند وقت یه بار با یه پسر بچه با یه نوجوانی میاد میگه داداشمه، چند روز بعدم یه شب تا صبح کنارش میمونه، فردا صبحش هم میگه رفت. و ازش میپرسن که و متوجه میشن که این جسدی که مثلا الان پیدا شده مربوط به پسری بوده به اسم علی. لباسا رو نشونه اون اهالی کاروانسرای رضاخان میدن، میگن این لباسا براتون آشنا نبود. میگن چرا؟ این لباسا تن همون پسر بچه‌ه بود که گفت داداشمه و یه شب تا صبح اینجا بود. این لباسای همونه. و متوجه میشن که علیاصغر همون قاتل کودکانیه که دارن یا سرشون فقط پیدا میشه یا بدن بدون سرشون پیدا میشه. بعد از چندین بار بازجویی کردن از علیاصغر بروجردی بالاخره اعتراف میکنه که میگه بله من کشتمش. من برای این پسر بچه آخریه که شما پیدا کردین اسمش علی بود، سینی بامیه خریدم گفتم بفروشه ولی فرار کرد. من دوباره گشتم پیداش کردم، بهش تجاوز کردم و کشتمش. بهش میگن که در مجموع چند نفر رو کشتی؟ فقط تو ایران آدم کشتی؟ میگه نه 25 تا توی عراق کشتم، فکر کنم 8 تا اینجا کشتم، اینا رو کشتم دیگه. من یعنی کاملا خونسرد، کاملا با اعتماد به نفس و فکر نمی‌کرده که کار اشتباهی داره میکنه. چون توی بازجویی هاش هم میگفته من یه عده بی سر و پای بی خانواده بچه خوشگل رو داشتم میکشتم. اینا تنها مزیتشون خوشگل بودنشون بود، نه پدر مادر داشتن، نه خانواده داشتن، نه کار درست حساب داشتن، همشون بی سر و پا بودن. من اینا رو میکشتم. اینا دشمنای مملکتن. اینا اگر مثلا سیبیلشون ثبت میشد دزد میشدن، راهزن میشدن. من داشتم به مملکت کمک میکردم. من تو بغداد که بودم اونجا خیلی زیاد بود، اونجا شروع کردم به کشتن. بعد اینجا که اومدم دیدم اینجا هم هست، اینجا هم شروع کردم به کشتن. شما بابت این نمیتونین به من چیزی بگین. اینا بی سر و پا و خوشگل بودن، من واسه همین میکشتمشون. قبل از اینکه برم سراغ این که در چه تاریخی اعدام میشه و دادگاهش داخلش چه اتفاقی میفته، اینو بگم که پادشاه اون زمان ایران رضاخان بوده و رضاخان که خبر این قتل‌ها رو میشنوه، این رو قبلش بگیم که این یک روایته، 100% مطمئن نیستم که اتفاق افتاده باشه. رضاخان میخواد که از قاتل رو ببینه و میگه که من میخوام این جانی بلفسر رو ببینم چرا این کارا رو با بچه‌ها کرده. وقتی باهاش صحبت میکنه بهش میگه که تو برای چی این هم بچه رو کشتی و چرا انقدر خشن داشتی میکشیشون؟ میگه که اینا همشون گناهکار بودن، لواطکار بودن و بنابراین من میکشتمشون. همونطور که گفتم تو بغدادم اینجور آدما بودن، من میکشتمشون. وقتی اومدم اینجا دیدم اینجا هم هستم میکشتمشون. رضاخان بهش میگه که خب تو هم که همون کارو کردی، تو هم همجنسگرایی کردی، تو هم به بچه‌ها تجاوز کردی، پس یعنی تو هم گناهکاری؟ میگه نه، ببینین من مجبور بودم تست کنم ببینم آیا اینها
لواطکار هستن یا نیستن. من فقط داشتم آزمایش انجام میدادم، اونا بودن که مفعول این قضیه بودن. پس من که داشتم آزمایش میکردم متهم نیستم. و میگن که رضاخان داد میزنه که ببریم و فقط اعدامش کنیم، این یه جانی بالفطره است. در روز چهارشنبه تیر ماه 1313 حکم اعدام برای اصغر قاتل خونده میشه و میخوان که اون روز حکمش رو اجرا کنم. فقط یک بار هم قراره حکم اعدام داشته باشه، یک بار در ملأ عام اعدامش میکنه. حکمش توی میدون توپخونه اجرا میشه و مثلا چیزی که توضیح هست راجبش و چیزی که از حال و احوالش میگفتن این که خیلی اصلا خونسرد بوده، هیچ حسی نداشته. حتی یک بار هم بابت این حکم اعدامش شکایت میکنه، اعتراض میکنه. حکم میره دیوان عالی کشور و اونجا دوباره اعدامش رو تایید میکنن، چون معتقد بوده که برای کشتن یک سری بچه بی سر و پای بی خانواده خوشگل نباید اعدامش کنن. تا لحظه ای هم که بیاد و چوبه دار رو ببینه کاملا داشته میخندیده، حالش خیلی خوب بوده. ولی وقتی جمعیت رو میبینه، چوبه دار رو میبینه، میگن خیلی ترسیده بود و خیلی سعی میکرد که نره به سمت چوبه اعدام و اونجا میگه که نذر کردم اگر اعدام نشم 2 گوسفند برای قربانی نذر کنم. رو به حضار اینو داد میزنه. و در نهایت در روز چهارشنبه تیر ماه 1313 اعدامش میکنن. اینم از روایت یه پرونده دیگه، اولین قاتل سریالی ایران. امیدوارم که روایت این پرونده رو دوست داشتین. اگر نکته‌ای چیزی هست که فکر میکنین نیاز بهتر بشه به هم بگین. اگر پرونده‌ای هست که دوست دارین براتون تعریف کنم برام تو کامنت حتما بنویسین، لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و تا یه پرونده دیگه. شبتون بخیر.